من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد از اینکه دلائل را بیان کرد ما را به چند اصل متوجه میکنه، اصول هشتگانه که شما مؤمنین، شما موحدین، شما مخاطب قرآن، شمایی که ایمان دارید شما پایبند اینها باشید. فاقم، خطاب رسول الله راست، مراد امته. فاقم وجهك للدین حنیفا، اصل اول چهره ات را، ذاتت را قائم کن برای دین، دینی که حنیف است. حنیف قبلا شما خواندید، یک سو، دینی که از ادیان باطل چی هست فاصله دارد. شما چهره ات را برای اون دین خالص بگردان. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الله الزموا فطرت الله، شما لازم بگیرید فطرت الهی را. فطرت الله یعنی توحید الله. ببینید هر انسانی را الله عزوجل بر فطرت توحیدی خلق کرده. کل مولود یولد علی الفطره، توحید در فطرتش هست، در سرشت بشریش هست، اما بعدا پدر و مادر هستن که مسیرش را غلط میکنند، عوض میکنند. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر و مادر هستن به سوی یهودیت، به سوی مسیحیت، به سوی مجوسیت که یا عیسی پرستی هست، یا عزیر پرستی هست، یا آتش پرستی هست، همهش غیر الله پرستی میبرن. پس اصل فطرت چیه؟ توحید است. شما اصل فطرت را لازم میگیرید. الزموا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، تبدیلی نیست برای خلق الله. گفتن این خبر است به معنی انشاء، یعنی شما تبدیل نکنید خلق الله را. خلق الله یعنی چه؟ یعنی فطرت الله، اون فطرتی که خدا در شما ایجاد کرده که اون فطرت توحیدی هست، شما عوضش نکنید، شما شرک نکنید. بله، ذالک الدین القیم، این دین قیم هست. قیم بنویسید یعنی غیر منسوخ. این دین توحید، این یک تاپرستی دینی هست که قابل نسخ نیست. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند به دلیل عدم تدبر. اگر ما تدبر بکنیم واقعا این دین منسوخ نشده. از آدم تا خاتم پیامبران همه یک چیز داشتند. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. پس این منسوخ نشده، قابل نسخ هم نیست. منیبین الیه، این اصل دوم. اصل اول فاقم وجهک للدین حنیفا. اصل دوم اینه که در حالی که به سوی او انابت کننده باشید، رجوع کننده باشید،
بعد از اینکه انابت و رجوعتون به سوی خالق بود، اصل سوم واتقوا، فقط و فقط از او بترسید. اصل چهارم و اقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید، خدا را فقط سجده کنید. اصل پنجم ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان نباشید، با خدای عزوجل شریک نگیرید. مشرکان کی هستن؟ من المشرکین بنویس مبدل منه، من الذین فرقوا بنویس بدل. مشرکان یعنی من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، آنانی که دین خودشان را تکه تکه کردند، متفرق کردند، متفرق شدند در دینشان. و کانوا شیعا، آنها گروه گروه هستند، دسته دسته هستند. ببین یکی از علائم مشرکین، از علامت شرک اینه که هر منطقه فرق میکند شرکش، هر منطقه خرافاتش فرق میکند، هر منطقه خدایان و معبودان هم فرق میکنند. یک منطقه یک نوع خدایانی داره، یک منطقه یک نوع خدایانی دارند. یک منطقه مردم اونایی که مبتلا به شرک هستند یک گروه را عبادت میکنند، در منطقه دیگه اون گروه را کسی نمیشناسد، در منطقه دیگه گروه دیگری را. هر منطقه برای خودشان خدایان مخصوصی دارد. درسته که مردم میگن اینا بزرگان هستن، اینا خدایان نیستن، ولی انسان به جای خدا وقتی که ازشون استمداد میکند، مثلا منطقه زابل اونجا فرق میکند، در زاهدان مردم چیزی دیگری را میشناسند و از او استمداد میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم در سراوان چیزی دیگه است، در چابهار چیزی دیگه، هر منطقه متفاوته. اما توحید نه، از شرق گرفته تا غرب، از شمال تا جنوب، همه عابدان یک معبود هستند. فرق سنت و بدعت را بفهمید هم همینه که بدعت خرافات هر منطقه رسم خاص خودش را دارد. سنت بین الاقوامی هست، بین المللی هست، اما بدعت منطقه‌ای هست. مثلا سنت شما با 3 نفس آب می نوشید، نشسته آب می خورید. اونایی که پایبند سنت هستند در عربستان سعودی هم همینه، در ایران هم همینه، در پاکستان هم همینه، در دورترین نقطه سنت است. اما بدعت ها هر منطقه میبینی چیزی داره که منطقه دیگه خبر ندارد. در هر چیز رسوماتی دارند از جاهلیت که اینها منطقه‌ای هستند، اینها عرض کنم که عمومی نیستند. پس یکی از دلائل، یکی از علائم اهل شرک همین تفرق است، با هم یکی نیستند، با هم خدایانشون یکی نیست، مراسمشون یکی نیست. هر منطقه گاهی نگاه کنید، هر منطقه رسمای عجیبی داره که مشرکان منطقه دیگه عجیب نگاه میکنند. مثلا مشرکانی که شرک میکنند در یک کشوری مثلا کشور اروپایی که اونها عیسی را میپرستند، عیسی را خدای خودشون دارند، اونها به مشرکان هندوستان عجیب نگاه میکنه. اینا چی را عبادت میکنند؟ گاو را عبادت میکنه، موش را عبادت میکنه، فلان چیز را، هر چیزی که عجیب و غریب باشه ما خواندیم در مقدمه، عبادت میکنند. اونها خودشون را نمیبینند که دارند صلیب را عبادت میکنند. اینها بر اونها تعجب میکنند، اونها بر اینها تعجب میکنند. پس من الذین فرقوا دینهم ولا تکونوا من المشرکین، اونایی که دینشان را تکه تکه کردند، جدا جدا، و کانوا شیعا، خودشان گروه هستند. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی اون چی که نزدشون هست خوشحاله، میگه که مسیر من حق. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه، اینجا زجر برای مشرکان. هرگاه به انسانها آسیبی ضرری برسد
دعوا ربهم فرا میخوانند. این عود للفطرت است. الان ما خواندیم فطرت الله، الزموا فطرت الله. وقتی که مصیبت میاد فقط خدا را میخواند. بله، منیبین الیه، در حالی که انابت میکنند به سوی او رجوع میکنند. ثم اذا اذاقهم منه رحمه، سپس وقتی که الله آنها را از جانب خودش رحمتی بچشاند. رحمتی بچشاند به چه معنی؟ که خدای تعالی مصیبت را دور کند، نعمت بیارد. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، گروهی از آنها نسبت به رب شریک میگیرند. لیکفروا بما آتیناهم، این لام عاقبت است. عاقبت این میشه که کفر میکنن به اون چه که ما دادیم. فتمتعوا، الله میفرماید بهره بگیرید. فسوف تعلمون، ان قریب شما سرانجام این کار را میدونید. شما چند روزی در دنیا استفاده کنید. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون. الله اینجا زجر بیان میفرماید آیا ما بر اون دلیل نازل کردیم؟ سلطانی دارد، دلیل برهانی دارد که فهو یتکلم بما كانوا به یشرکون، که اون سلطان سخن بگوید به آنچه که اونها شرک میکنن. یعنی اون سلطان اون دلیل اثبات بکنه شرکشون را. آیا چنین چیزی دارند؟ ندارند. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، باز هم صفات انسان مشرک، هرگاه ما بچشانیم انسان را رحمتی نعمتی، فرحوا بها، فرح به معنی غرور است، مغرور میشه، تکبر میکنه به وسیله اون. و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، اگر به او مصیبتی برسد، سیئه برسد، اونم سیئه به خاطر چی به انسان میرسد؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کرد خودش. اذا هم یقنطون، فورا در این هنگام میبینی که یقنطون من الاصنام، از بت‌ها ناامید میشه، از خدایان باطل ناامید میشه. خب الله تعالی باز هم 8 تا دلیل شما قبلا خواندید، این نهمی هست. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا نمی بینند الله تقسیم کرده، فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواد، و یقدر تنگ می کند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات است برای قومی که ایمان می آورند. ایمان می آورند برای مستفیدین من الآیات هستند. فآت ذا القربى، حال الله تعالی وقتی که به شما رزق داده، شما هم رزق را چگونه مصرف کنید. تعیین مصرف هست که شما چگونه رزق خودتون را مصرف کنید. یکی ما چند تا اصل خواندیم، 5 تا اصل عرض کردیم. اصول 8 گانه هستند. اصل اول فاقم وجهک للدین حنیفا بود. اصل دوم منیبین الیه. سوم واتقوا. چهارم اقیموا الصلاة. پنجم ولا تکونوا من المشرکین. اصل ششم ببخشید اینه که مال را که خدا به ما داده ما به دیگران بدهیم، به خویشاوندان بدهیم، به مسکین و مسافر بدهیم، همدردی داشته باشیم. قبلا ما وقتی که اصول نجات را به صورت خلاصه می‌خواندیم 3 تا می‌خواندیم: ظلم نکنید، شرک نکنید، احسان کنید. خب الان شرک نکنید را ما خواندیم قبلا، ولا تکون من المشرکین، و ظلم هم می‌خوانیم که نکن. این احسان است. فآت ذا القربى حقه والمسکین، بدهید به خویشاوند حقش را. پدر حقی دارد، برادر حقی دارد، خواهر همچنین. والمسکین، و همچنین به مسکین، اونی که ندارد مال. و ابن السبیل، و مسافری که در مانده. ذلك خیر للذین یریدون وجه الله، این بهتر است برای کسانی که اراده میکنن رضای مولا را. و اولئک هم المفلحون، و اینها رستگاران هستند، اینهایی که احسان میکنند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، این امر هفتم است که ظلم نکنید. ببینید همیشه نه، در بسیاری از مواقع قرآن وقتی که بحث صدقه میآید در کنارش ربا هم ذکر میشه، چون ربا و صدقه 180 درجه با هم تفاوت دارند.
ضد و نقیض هستند. تعرف الاشیاء بازدادها. صدقه اینه که یک انسان مفت به کسی میده، برای رضای خدا میده، هیچ عوضی انتظار نداره. اما ربا اینه که اینقدر بخیل و کنجوسه که مفت نمیده، هیچ وام هم نمیده. بماند که وام هم نوعی احسان است. قرض بهش میده، در عوض این قرض ازش سود میگیره. این هست ربا. پس این ضد چی هست؟ صدقه است. پس در کنار صدقه آمدن ربا به خاطر این مناسبت است. یمحق الله الربا و یربس صدقات. اینا ضد و نقیضن. لذا گفت که شما احسان کنید، اینجا میاد که ظلم نکنید. و ما آتیتم من ربا، آن ربایی که شما میدید، ما آتیتم من ربا، من اینجا به معنی علا هست. و ما آتیتم علی ربا، یعنی مال میدید بر ربا میدید، به صورت ربا میدید. 1000 تومان میدی، 1200 تومان بگیری. لیربو فی اموال الناس، تاکه اون اضافه بشه در مال مردم. میخواد مال خودش را اضافه بکند. فلا یربو عند الله، نزد الله اضافه نمیشه، یعنی خدا اضافهش نمی کند. به چه معنی؟ چطور خدا اضافهش نمی کند؟ ما میبینیم طرف 10 میلیون تومان داده 15 میلیون گرفته، یعنی فلا یبارک فیه، برکتی توش نمیاد. فلا یربو عند الله یعنی فی تقدیره و حکمه عز وجل، در تقدیر و حکم الله تعالی هیچ برکتی نمیاد، هیچ اضافه نمیشه. اما و ما آتیتم من زکات تریدین وجه الله، اون مالی که به عنوان زکات میدی، صدقه میدی، اراده میکنین رضای مولا را، فاولئک هم المضعفون، این چند برابر میشه. فاولئک هم المضعفون، این انسان ها هستن که چند برابر میکنن مال خودشون را. چون الله یربی صدقات خواندیم، صدقه را چی میکند؟ رشد میده. الله الذي خلقكم، دلیل دهم عقلی توحید. الله الذي خلقكم، الله آن ذاتی است که شما را آفرید. ثم رزقكم، سپس شما را رزق داد. ثم یمیتکم، سپس شما را میراند. ثم یحییکم، سپس شما را زنده میکند. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، آیا از شرکا و معبودان باطل شما هست کسی که از این کارها چیزی بکند؟ میتونه؟ هیچ یک نمیتونه. سبحانه، پاک است او ذات. و تعالی عما یشرکون، برتر است از اون چی که مردم با او شریک میگیرند. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. از اینجا الله تعالی تخویف دنیوی بیان میفرماید به خاطر شرکی که مردم انجام میدن. تا به حال دلائل رد شرک بود، حال تخویف دنیوی بر شرک. الله میفرماید فساد ظاهر شده در بر و بحر، بما کسبت ایدی الناس، به سبب آنچه که دستهای مردم کسب کرده، یعنی عمل کرده مردم، اعمال کفریه و شرکیه مردم. این فساد که ظاهر شده نتیجه چی میشه؟ لیذیقهم بعض الذی، لام عاقبت است. نتیجه و عاقبت این میشه که میچشاند بعضی آنچه که عمل کردند. یعنی گاهی الله تعالی عذاب میده، میچشاند، سختی میارد، اما بازم این عذاب سرمد نیست، عذاب ابد نیست، گوشمالی هست. لعلهم یرجعون، شاید برگردند. الله تعالی مصیبتی میاره، ورشکستگی مالی میاره، آسیب جانی میاره، مریضی میاره، اینا همه تاکه انسان ها برگردند. خب الان ببینید عذاب دنیوی خدا را سیر کنید در زمین، ببینید، عبرت بگیرید، برگردید. قل سیروا فی الارض، بگو سیر کنید در زمین. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینید چگونه بود انجام و نتیجه کسانی که قبل از اینها قبل بودند، قبل از شما بودند. کان اکثرهم مشرکین، اکثرشان اهل شرک بودند. الله به عذاب اونها را گرفتار کرد. فاقم وجهك للدین القیم، این اعاده برای تأکید است. ما قبلا خواندیم فاقم وجهك للدین حنیفا، دوباره اعاده می کند.
فاقم وجهك للدین القیم، چهرت را راست کن، برابر کن، استوار کن برای دین قیم، یعنی دین توحیدی. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از اینکه بیاید روزی که لا مرد له، بازگشتی نیست از جانب الله. اون روز که آمد هرچی انسان بگه که مرا برگردان که من عمل صالح انجام بدم، برگردان که توبه کنم، بازگشتی نیست. یومئذ یصدعون، در اون روز انسان ها یصدعون یعنی یتفرقون، متفرق میشند به اعتبار جزا. ما قبلا خواندیم الان که و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، متفرق میشن. یک گروه به اعتبار جزا از کردن، به اعتبار پاداش، یک گروه به جهنم میره، یک گروه به جنت، یعنی یتمیز اهل الجنت اهل النار. من کفر فعلیه کفره، این توضیح اون است و تخویف اخروی هم است. هر کسی کفر کند وبال کفر به خودش. و من عمل صالحا، هر کسی عمل صالح انجام بده، فلانفسهم یمهدون، برای خودشون به نفع خودشون آمادگی میکنند که برای بهشت خودشون را آماده میکنند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این لام لام عاقبت است. عاقبت این میشه، نتیجه این میشه که الله پاداش میده کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، من فضله، از فضلش. انه لا يحب الكافرین، این علته، چون که الله دوست نداره کافران را، اونها را جزای نیک نمیده. خب دلیل دهم را خواندیم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، این 11 است. و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات، از آیات الهی، از نشانه قدرت الله این است که می فرستد بادها را، در حالی که بادها مژده دهنده هستند، خوشخبری دهنده هستند که پشت سر باران میاد. ولیذیقکم من رحمته، تاکه بچشاند شما را از رحمت خودش بعد از باران. بعد از باران چی هست؟ بهار است، سرسبزی و شادابی است. ولتجری الفلک بامره، باز دو نوع فایده دارد باران، یکی بری یکی بحری. بری لیذیقکم من رحمته، بحری اونجا دریا هم، دریاها همین رودخانه ها هستند که به دریاها میریزن، آبش فراوان است، تاکه جاری بشه کشتی به امر او. ولتبتغوا من فضله، تاکه بطلبید فضل الله را. در دریا واقعا تجارت است، کسب و کار است. ولعلکم تشکرون، شاید شما شکرگزار باشید، سپاسگزار باشید. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، این نمونه های از گذشتگان است که در این نمونه تخویف برای مشرکان و تبشیر برای مؤمنان است. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک الى قومهم، ما قبل از شما رسول را فرستادیم به سوی قومشان. فجاءوهم بالبینات، رسول با دلائل آمدند. فانتقمنا من الذين اجرموا، اما انسان ها دو گروه شدند، یک گروه مؤمنین، یک گروه مجرمین، مشرکین. مشرکین را عذاب دادیم، مؤمنین را یاری رسوندیم. فانتقمنا من الذين اجرموا، ما انتقام گرفتیم، عذاب دادیم، به کیفر اعمالشان رسانیدیم. کی را؟ الذين اجرموا، آنهایی که جرم کردند، آنهایی که شرک کردند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حقی هست بر ما یاری مؤمنان، یعنی مؤمنین را بر اساس اون حقی که داشتن یاری رسوندیم، نجات دادیم از مهلکه ها، از عذاب ها. و کان حقا علینا، این حق بالایش بنویسید تفضلا، حق وجوبی نیست بر الله، فضل میکنه بر ما، حق تفضلی هست، احسان میکنه بر ما. خب این دلیل 11 بود. 12 الله الذي يرسل الرياح، الله آن ذاتی است که می فرستد بادها را. فتثیر سحابا، این بادها برانگیخته می کند چی را؟ ابرها را برمی انگیزد، حرکت می دهد. فیبسطه فی السماء کیف یشاء،
اونها را منتشر میکنه در آسمان همانطوری که الله بخواهد. مردم همه امیدوارن، میبینیم که الله میخواد میبره برای مردم شمال، اونها را مردم جنوب بدون آب میمانند، اونجا شمال میبارد یا برعکس میشود. لذا کیف یشاء، او چطور میخواهد. فتر الودق یخرج من خلاله فتثیر و یجعل عجله کسفا. کسف تکه را میگن، تکه ابر، تکه قرار میده از ابر، اینها کنار هم قرار میگیرند از ابرها. فتر الودق یخرج من خلاله، میبینی قطرات باران را، ودق قطره باران از خلال و از وسطش خارج میشه میریزه برای مردم. فاذا اصاب به من یشاء من عباده، هرگاه برساند اون باران را به هر کسی که از بندگانش الله بخواد، اذا هم یستبشرون، در این هنگام میبینیم شادی میکنند، خوشحال میشند و مردم مسرور میشن به خاطر باریدن باران. گرچه و این کانو من قبل، این مخففه من المثقلات، ای انهم کانو، همانا اونها بودن قبل از اینکه ان ينزل علیهم، باران بر اونها نازل بشه ببارد، من قبلی ای قبل هذا الوقت، لمبلسین، مایوس، ناامید. این کیه که باران میارد؟ الله. فانظر الى آثار رحمت الله، به آثار رحمت الهی نگاه کن. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین را زنده می کند بعد از موتش. زمینی که سیاه سوخته، زمینی که چندین ماه است هیچ اثری از آب و علف توش نیست، اما این زمین یک بار میبینی زنده میشه، چمنزار میشه، سبز میشه، شاداب میشه. این زمین مرده را کی زنده کرد؟ همین ذات شما را که بمیری زنده میکند. این استدلال قوی هست که همیشه در قرآن است. ان ذلک لمحیی الموتى، همانا همین زنده کننده مردگان هست. و هو علی کل شیء قدیر، نه تنها زنده می کند بلکه بر هر چیز قدرت دارد. این جمله معترضه بود برای اثبات قیامت. در لابلای اثبات توحید، بیان قدرت الله، بعث بعد الموت هم ثابت شد. لذا این الله هست که همه چیز به دست او هست. ولئن ارسلنا ریحا فرعوا، همین بارانی که الله می فرماید آمد و بر شما بارید و شما را شاد کرد و خوشحال شدید، اگر ما بجای این باران بادی بفرستیم، ولئن ارسلنا ریحا فرعوا مصفرا، او را مصفر ببینه، خالی، هیچ قطره از باران نیست، لظلوا من بعده یکفرون، میگردن بعد از اون ناسپاس، ناشاکر. باران نیامد، نشد، خبری نیست، ناسپاسی میکنند. بس اینا دلایل هست. الله هست که باران میاره، الله هست که جلوش را میگیرد. این دلایل الان تا اینجا 12 تا دلیل خواندیم، 13مین را بعد از این میخوانیم. این دلایل واقعا باید انسانی را که کوچکترین تدبری داشته باشد، تعقلی داشته باشد، به حقیقت و بر مسیر حق بیارد قرار بده. ولی اینها را الله میفرماید اینا مرده هستند. کفار را میگه این کفار چی هستند؟ مرده هستند. اینها نمیشنوند دلائل را، اینا نمیفهمند، همونطور که مرده نمیشنود و نمیفهمد. لذا الله به پیغمبرش میگه فإنك لا تسمع الموتى، ای حبیب همانا تو نمیتوانی، تو نمیشنوانی مردگان را. الله تعالی به 3 چیز تشبیه داده کفار را: 1 به مرده، 2 به ناشنوا، 3 به نابینا. مرده را صدا بکنی نمیشنود، اینها نمیشنوند. ناشنوا را صدا بکنی نمیشنود، اینها نمیشنوند. به نابینا نشون بده نمیبیند، اینها نمیبینند. یعنی الله عزوجل از اینها چی گرفته؟ حواس. بحث سماع موتی را قبلا مختصر عرض کردم. این هم دومی آیه است. اولین آیه را شما قبلا خواندید در نمل. این دومین آیه هست
که الله تعالی دو سه جا این مطلب را در قرآن مطرح کرده، دو سه جا نه، تشبیه کفار به مردگان در جاهای متعددی از قرآن هست، اما تشبیه به عدم سماع دو سه جا هست. یکی این هست تشبیهی که داده شده، بنده عرض کردم این اختلاف از عصر صحابه هست. صحابه بعضی ها گفتن که مرده ها میشنوند، بعضی ها گفتن نمیشنوند. اصل جریان از اونجا شروع شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم کفاری که در بدر کشته شدند اون کفار را در یک چاله انداختند، حال اونها را خطاب قرار دادند. آیا به کیفر اعمالتون رسیدید؟ آیا اون چیزی که گفتم الان ثابت شد یا نه؟ 70 تا از سرداران قریش کشته شده، اونجا جسدشون افتاده، رسول الله با اونا صحبت میکنه. صحابه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله آیا اینا مگه میشنوند؟ فرمود اینها شنواییشون از شما هم بیشتر است. خب از این حدیث بعضی صحابه میگن پس مرده ها مطلق میشوند، اما گروهی مثل ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اونها انکار کردن، اون نمیشنوند. اینجا معجزه رسول الله بود، اون لحظه میشنیدند. الله تعالی معجزتاً به اونها شنواند و الا عموما نمیشنوند. عایشه از این حدیث، از این آیه استدلال گرفت. چنانچه فتح القدیر که از کتابهای احناف است نوشته فانهما یفیدان تحقیق عدم سماعهم. این دو آیه میرساند عدم سماع مردها را. فانه تعالی شبه الكفار بالموتى، الله تعالی کفار را به مردها تشبیه داد لافادت تعذر سماعهم. این فایده این را میده که سماعشان متعذر و مشکل است. و هو فرع عدم سماع الموتى، این موضوع فرع عدم سماع موتى هست. بعدا ایشون مثالی، ایشون مسئله فقهی را از اینجا میخواد استنباط میکنن. میگه فقهای ما گفتم، اکثر مشایخ ما میگن نظرشون همین است و از اینجا استنباط کردن که اگر کسی قسم بخورد که من با فلانی صحبت نمی کنم، با زید صحبت نمی کنم، الان زید بعد از اینکه مرد رفت با او صحبت کرد، آیا حانس میشه؟ قسمش میشکنه؟ ایشون میفرماید که نمیشکند قسمش لعدم السماع. از همین آیه استدلال گرفته، میگه فقهای ما گفتن نمیشنود. خب باز دلایل دیگری هم هست که کسانی که قائل هستند به شنیدن، به سماع، یکی از عمده دلائل حدیث قرع نعال هست، صدای کفش که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم اذا اتاه ملکان الى آخری الحدیث، که اصحابش وقتی که برگردن اون مرده صدای کفششون را میشنود که دو تا ملک می آیند. که از این استدلال میگیرن این بزرگواران که هنوز چی هست، صدای کفش را حتی میشنود. چطور نمیشنود؟ که این را کسانی که قائل نیستند به عدم سماع جواب میدن، پاسخ میدن که این کنایه از زود رسیدن ملک هست، فوراً آمدن فرشتگان نکیر و منکر هست. و من اصل درباره قبر خدمت شما توضیح دادم، اگر به اون توضیح ما دقت بکنیم مسئله حل است. اون اینه درباره سماع الان من یک اصل کلی که بین هر دو گروه باشد من عرض میکنم، اما اونجا عرض کردم که روح انسان که وقتی میره، ما در آیات متعدد خواندیم، روح میره به عالم برزخ، یا به علیین قرار میگیره یا به سجین قرار میگیرد. اونجا هست که آتش هم بر روح عرضه میشه اگر انسان بد باشد، مثل فرعونیا که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. اگر انسان نیک خصلت و نیک صفت و نیک عمل باشد،
مثل مثلا شهدا روح در کالبد پرندگانی سبز رنگ میروند در بهشت میچرند، عیش میکنند در باغات بهشت. و عبدالله ابن مسعود میگفت که ارواح آل فرعون در کالبد پرندگان سیاه رنگ بدشکل هستند. بس اصل محل روح برزخ است. اونجا الله تعالی یا لذت میده اگر نیک باشد یا عذاب میده. اما این قبری که در دنیا است، این قبر جسم هم ولو اینکه تبدیل به خاک بشه، الله میدوند جسم را، ذراتش را، این هم الله قادر است که عذاب بده، عذاب میده یا لذت بده. اونی که ما میخوانیم که قبر انسان را چنان میفشارد که دنده ها در هم دیگه فرو میروند و اگر انسان صالح باشه قبر گشاد میشه، اینا همه در عالم برزخ است. لذا ما فکر میکنیم قبر همین حفره هست که ما میزنیم، اینم قبر مجازن. اصل قبر اونجایی است که روح میرود. بنابراین اصل عدم سماع هست، از این آیات معلوم میشه. اما استثناءاتی که در احادیث آمده، اون استثناءات هم نیازی نیست ما توجیه بکنیم. در بعضی اوقات الله عزوجل خلاف عادت، خارق العاده، الله قادر است که بشنواند. پس مسئله کلی که بسیاری از علما بین فریقین نظر اعتدالی دادند، من جمله مفتی محمد تقی حفظه الله، همینی که میگه اصل عدم سماع هست، اما مواردی که در احادیث سماع آمده، در این موارد استثناء سماع وجود دارد. والله اعلم. ولا تسمع الصم الدعاء، و نمیشنوانی اون کسی که ناشنوا هست دعا را، صدا را به او، بالخصوص اذا ولوا مدبرین، وقتی که برگردن پشت دهنده. ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم، یک ناشنوا شما باش صحبت کنید، امکان داره صدا شما را نشنود ولی لبخانی بلد باشد، از لبهای شما تشخیص میده چی داری میگی. اما وقتی که پشتش به شما باشد، اذا ولوا، اون نه لبی میبینه نه صدای میشنود. الله تعالی این کفار را تشبیه داده به اون ناشنوایی که پشت به شما دارد. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، شما هدایت کننده نیستی، راهنمایی کننده نیستی نابینا را، عن ضلالتهم، از ضلالتش نمیتونی الان که گمراه شده او را راهنمایی کنی. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نمیشنوانی مگر کسانی را که ایمان به آیات ما داشته باشند، فهم مسلمان، ها تسلیم میشن در مقابل آیات. خب الله الذي خلقكم دلیل 13 است در این سوره، همش دلایل عقلی هستند. الله الذي خلقكم من ضعف، الله شما را آفرید، من ضعف، در ناتوانی. یعنی ابتدا چی بودید؟ ناتوان. انسان چنان ناتوان است که حتی نمیتونه بنشینه. ثم جعل من بعد الضعف قوه، سپس قرار داد بعد از ضعف قوه. الله تعالی قوی کرد انسان را، نیرومند و تنومند. ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه، سپس قرار داد بعد از قوت، بعد از قوی شدن، دوباره ضعیفی و پیری را، دوباره انسان عاجز میشه. یخلق ما یشاء، آنچه که الله بخواد پیدا می کند. این مراحل مختلف را الله در یک انسان به وجود می آورد. انسان یک روزی عاجز است، یک روزی نیرومند است. و هو العلیم القدیر، اون ذات هر چیز را می داند، بر هر چیز قدرت دارد، بر اساس علم از قدرت کار می گیرد. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون، مجدد تخویف اخروی، اینهایی که قبول نمی کنند به فکر آخرت باشند، چنین روزی فرا می رسد. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون، روزی که قیامت برپا میشه سوگند میخورن مجرمان، ما لبثوا غیر ساعه، آنها در برزخ نماندن مگر یک ساعت، یک لحظه. کذالک کانوا یؤفکون، این گونه بودن آنها در دنیا هم، یؤفکون، برگردانده شدن، منحرف شدن، به انحراف کشیده شدن. وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اما اهل علم و اهل خرد و اهل ایمان اونجا چی میگن؟
آخرت. وقال الذين اوتوا العلم والایمان، میگویند کسانی که علم داده شدند و ایمان داده شدند به این مجرمان، میگویند لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما ماندید در تقدیر الهی تا روز بعث. شما یعنی بر اساس تقدیر الهی در قبر یا بر اساس نوشته که الله نوشته و فیصله کرده تا روز قیامت. الان روز قیامت است، متوجه هستید یا نه؟ فهذا یوم البعث، این روز بعث است. ولکنکم کنتم لا تعلمون، اما شما نمیدانستید که انه حق. روح المانی میگه شما نمیدانستید این روز حقی است. الان ببینید با چشم این روز حق بود، شما انکار میکردید. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، در آن روز فایده نمی بخشد، نفع نمی دهد به کسانی که ظلم کردن معذرت خواهیشان. ولا هم یستعتبون، و نه آنها یستعتبون توبهشون قبول میشه، یعنی از اونها طلب چی میشه؟ عتاب، منظور معذرت خواهی، که بیاید معذرت خواهی بکنید و توبه بکنید، پذیرفته نمیشه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، در آخر بعد از این همه دلائل در این سوره الله تعالی سرزنش میکند انسان ناسپاس مشرک را که از این مثال ها، از این صفات، از این دلائل استفاده نمی کند. همانا ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نوع مثل، اما اینها چقدر عناد دارن که ولا ان جئتهم بآیت، اگر شما همون آیه‌ای که اینها میخواهند به آیت شما نیست مطلوبه مقترحه، اون آیه که خودشون تقاضا میکنن، معجزه که خودشون میخوان، همون معجزه را اگر بیاوری باز هم اینها میگن نه. لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، کفار حتما میگن شما نیستی مگر مبتلون، یعنی بر باطل. پیغمبر و موحدین را میگویند شما بر مسیر باطل، این جادو هست، این فلان است، توجیه و تعویل میکنه، ایمان نمی آورند. چرا چنین است؟ الله میفرماید مهر جباریت خورده، مهر جباریت که بخوره محرومه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، این چنین الله تعالی مهر میزند بر دل کسانی که لا یعلمون، نمیدانند، لا یعلمون التوحید. پس تکلیف چیه؟ تکلیف این الله عزوجل به حبیبش میگه تو صبر کن، تحمل داشته باش، فاصبر ان وعد الله حق، صبر کن. وعده الهی که وعده داده اینها را عذاب میده، اون وعده حق است، اون وعده راست است، مطابق واقع است. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، شما را به خفت و تعجیل وادار نکند. اصل ولا یستخفن، خفت سبکی را میگویند، انسان حرکت سبکی بکند، این را میگن استخفاف، یعنی شما عجله نکنی زود عذاب بخوای برای اینها، زود عذاب بطلبی از خدای عزوجل. تفسیر نصفی، تفسیر مدارک امام نصفی اینجور تفسیر کرده که لا يحملنك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة، اینهایی که ایمان به آخرت ندارند، اینها شما را بر نینگیزند، شما را تحریک نکنند ای رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الخفة والعجله فی الدعاء علیهم، بر سبکی و بر عجله کردن در دعا بر آنها، که دعا بکنی بالعذاب، دعا برای عذابشون بکنی، شما را اینها وادار نکنند. یا اینکه تفسیر دوم ولا یستخفنک الذین، شما را بر خفت و قلق، یعنی پریشانی، اضطراب، بیقراری، شما را بیقرار نکند. اینایی که یقین ندارند، اینایی که ایمان ندارند. او در ادامه همون عبارت تفسیر نصفی گفته او لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا مما يقولون ويفعلون، شما داد و فریاد بکنید، جزع و فزع بکنید از آنچه که اونها میکنند و میگویند،
لذا بیقرار بشی، نه شما را وادار به بیقراری نکنم. معنی دوم لا استخفنک اون سبکی و تعجیل نیست، بلکه بیقراری و پریشانی است، شما را پریشان نکنم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور